Selam aleyküm. Selam aleyküm. Selam aleyküm. خب اگه گوش کن ده مراتب برادر عزیز تو چی باید که یک بیناموسی دیگه همونجا بده اگه بچه دیگه خیلی دختری خوجندی دیگه همی پریکولی که شما کردستین همی پریکول همو انجام داده بودن هم دو حرام انجام داده بودن نه با ما همی تیک تاک ده همی ویدیوی تو را دیدم با تو ایرو همو گرفتی کپی کردی همی سلام علیکم مثال قطعی همو اویلت های نمیدونم یا که عروس تای بیناموس بلین گرفتی ویدیو کرده سلام علیکم اگه شما چی با ازدیوات میکنین چی با پریکول میکنین درود و رحمت خدا بر تو بود میشوه اگه شما همین را اگه نیو با تاجیکی همو را بگو با تاجیکی همو خیلی میشوه چی با در نروی مثال آدمایی که مسلمانن یک کتر ایمان دارن در ایو مثال شما خیلی تیگ میکنین ده میزنین ده آدم مثال وای میکنین چی با تو ما ترا در رود میگم تو بچه گوش کن مرا تو یک دیوسی بناموسی ایرا بدون قطعی نمیدونم کیه ای عروس تای کویلت های هر ده دیوسن بناموسن گپی ما برای شما همی خواهی و ای کاری که شما کردگین در نزد الله انشاءالله جواب میگین و ای خیلی ویدیو نکنین من همی را نخواستم ویدیو کنم که دیدم او حرام یک تای دیگه بود او کده بود خیلی گفتم خوب مایل خیلی که پاد یا به اخلی کده ده نه که با تو گرفتی روی هم کپی کردی نه و دیدم همی را در خونه نسترینی هم گریختک دیگه خدمت چی کردن نتونستم گفتم به همی آدم ما ویدیو کنم پرتم بگذار همه ببینه که تو چه خیلی آدمی تو خود یک شرمنده ای فهمیدی برادر عزیز یک بیناموسی همی کمه گانتا در کمیترو دشنوم اقورتت میکنن با تو هم کورت دوم دادن میگیره آخی مردگی خیلی نمیشوه الحیا من الایمان پیامبرمون میگه حیا هم این خودش یکی از نشانهای ایمانداریه سکی جاده او حیات قطعی هم دخته گشتی دست به دست کرده ویدیو کرده خیلی شرمنده کرده به ناموس اخی یک مردکیش یک ننگ ناموسی مردکی که ایجا خیلی نبرو هر چی خیلی شوخی میکنی در دین اسلام شوخی نکه همه که خب کنم من خب نمیکنم میبرم برای ویدیو میکنم گب میزنم معذرت نیسته تر برادر عزیز الله هدایتت کنه